درس دوم، لبخند نقاشی ها. آن روز خوب و قشنگی بود. ما همراه مادر بزرگ و پدر بزرگ به گردش رفته بودیم. نشستن زیر سایه درختان در هوای پاک و تمیز، آن هم کنار خانواده، واقعاً لذت بخش بود. هنوز تا نهار 1 ساعت مانده بود. من و برادرم رضا کنار مادر بزرگ نشسته بودیم و او با همان لبخند همیشگی برای ما خاطره تعریف میکرد. خاطرات مادر بزرگ چقدر شیرین و شنیدنی بود. رضا گفت: لیلا جان، من با خودم دفتر و مداد رنگی آوردم. خیلی دلم میخواهد پدر بزرگ و مادر بزرگ را نقاشی کنم. پدر بزرگ وقتی شنید خندید و گفت: پس من هم صورت گل و قشنگ شما را نقاشی میکنم. اصلا چطور است همگی منظره امروز را که دور هم نشسته ایم نقاشی کنیم؟ همه دست به کار شدیم. نیم ساعت بعد همه نقاشی ها آماده بود. مادر بزرگ و پدر بزرگ و پدر و مادرم با دیدن آنها بلند خندیدند. هر کدام از ما طوری نقاشی کرده بودیم. مثلا رضا فراموش کرده بود موهای پدر بزرگ را بکشد. من دماغ مادر بزرگ و چانه‌اش را کمی بزرگ کشیده بودم. نقاشی پدر بزرگ هم خیلی جالب بود. پدرم پیشنهاد کرد که همه آنها را به درخت آویزان کنیم. وقتی آویزان کردیم، مادرم گفت: همه نقاشی ها قشنگند. در همه آنها هم یک چیز دیده می شود. اگر گفتید آن چیست؟ همه با دقت به نقاشی ها نگاه کردیم. رضا گفت: فهمیدم. همه توی نقاشی ها لبخند می زنیم. پدرم گفت: آفرین، درست است. لبخند صورت ها را زیبا می کند و اخم و عصبانیت زیبایی را از صورت ها می گیرد. مادرم گفت: اگر همه لبخند بزنیم دنیا گلستان می شود. آن روز به ما خیلی خوش گذشت. وقتی به منزل برگشتیم، من از پدر بزرگ خواهش کردم اجازه دهد نقاشی او را همراه همه نقاشی ها به دیوار اتاقمان بزنم. هنوز که هنوز است، خانه ما پر از لبخند است.